در نیم سال اول سال 2019 در ولایت سوغد از طرف زنان نسبت به همین دوره سال گذشته 219 جنایت بیشتر صادر شده است. در این باره رهبر ریاست کار با زنان و عائله حکومت ولایت سوغد نگار غفارزاده اطلاع داد. در 6 ماه زنان 556 جنایت صادر کردند. افزایش جنایت بین زنان در شهرهای خوجند، بستان، کانی بادام و ناحیه اشت به قید گرفته شده است. در شهر خوجند زنان 142 جنایت صادر کردند که نسبت به نیم ساله اول سال 2018 79 حالت بیشتر است. همینطور ظریف میردادا رئیس مقامات اجرایی ناحیه اشت ضمن نشست مطبوعاتیش سنه 24 ایول اقرار شد که در حقیقت شمار زنان جنایتکار در این ناحیه رو به افزودن است. در حقیقت در جماعت شهرک و دهات ناحیه 59 عدد جنایت زیاد شده است که بیشتری آن صدمه نقلیاتی می باشند. در بعضی از جماعت ها جنایتکاری در بین زنان زیاد شده است که باعث نگرانی است. کاربری در این سمت رفته ایستاده است. کوشش میکنیم در نیم ساله دوم این رقم ها کم شوند. رانا هاشمزاده رئیس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بستان سابق شهر چکالوسک ولایت سوغد نیز ضمن نشست مطبوعاتیش تصدیق کرد که شمار زنان جنایتکار نسبت به سال گذشته افزوده است. زنان شهر بستان بیشتر به جنایت قلابی و دزدی دست زده اند. در حدود شهر بستان که بازار سامان، بازار کاروان و سخاوت هست، همینجا اون شخصانی که در همینجا جنایت کردن نسبتاً زیاد. البته من با یک بار قید میکنم که 2 نفر زنها 20 جنایتی صادر نمودند. دزدیدنی و این محصولاتی همین از دکان‌ها، 1 نفر از و جماعت خستیباز، 1 نفر از سرویس آمدن. همین زنها 20 جنایت صادر کردند. همچنین هاشمزاده قید کرد که علاوه بر جنایتکاری خشونت بین زنان نیز رو به افزایش است. خصوصا خشونت کلین و خوشدامن سببی از همپاشی عائله ها گردیده است. جداشوی عائله ها نسبتا امروز به سالهای پیشین دیده زیاد شده است. این هم سبب اساسیش باشد، یعنی گویم که خشونت در عائله، یعنی همدیگر نفهمی بین زن و شوهر و خوشدامن است. رهبر ریاست کار با زنان و عائله حکومت ولایت سوغد نگار غفارزاده میگوید در نتیجه تحلیل و تحقیق معلوم شد که تنها از طرف 5 زن 47 جنایت صادر شده است. با وجود گرفتار بودن به بیماری نارسایی مسئولیت بدن، دیده و دانسته معامله جنسی کرده اند. 8 زن دیگر باشد 25 حالت قلابی انجام داده اند. به گفته غفارزاده حتی زنان در شهر پنجکنت ولایت سوغد دست به قتل و کشتار هم زده اند. ماه ینوری سال 2019 یک زن از ناحیه باباجان غفاروف کودکش را با سلفان پیچانیده به پرتابگاه پرتافته است. وحشیگری به تمام مضمونش که حتی یگان حیوان درنده به خود این گونه وحشانیت را روا نمی بیند. نه خود مادر قاتل طفل خود شود. طبق گفته غفارزاده بجز افزایش جنایتکاری، افزایش خودکشی نیز در ولایت به نظر می رسد. در عموم در ولایت در 6 ماه 62 حالت خودکشی به قید گرفته شده است که نسبت همین دوره سال گذشته 11 حالت بیشتر بوده است. طبق معلوماتی که نگار غفارزاده ضمن نشست مطبوعاتیش به خبرنگاران داد، دانسته شد که حتی 12 دختر نابالغ دست به خودکشی زده اند. وقتی بجای کم شدن سطح جنایتکاری می افزاید، این نشانگری کارناشایمی مسئولین ساحه است. هر زمان مقامات دم از فهماندهی میزنند و پیشگیری جنایتکاری، ولی دیده می شود کارشان نتیجه برعکس داده ایستاده است. بنابر مقامات را می باید پیش از همه پهلوهای دیگری این قضیه را آموزند. ما امروز با نگرانی عمیق با چند متخصصان صحبت داشتیم. کارشناسان عامل اساسی دست به جنایت و کشتار و حتی خودکشی زدن زنان را پیش از همه در تنگی و نارسایی ها در روزگار و بار شدن اکثریت مشکل های زندگی به دوش زن در جامعه تاجیکستان می دانند.
البته در فرهنگ ما تاجیکان دست به جنایت زدن زنان خیلی نادر است و از لحاظ پسیخولوژی هم اگر نگاه کنیم در جامعه سنتی ما جنایتکاری زنان خیلی پست بوده است، اما با مرور زمان وضعیت رو به طور شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما به شکل ساخته شده ایستاده است و شکل گرفته ایستاده است که زنان به یک کارهای دست میزنند که اصلا مخالف با معیارهای فرهنگ سنتی جامعه تاجیکی است. برای مثال شما اگر دقت کنید در همین چند مدت اخیر نه تنها جنایتکاری بلکه خودکشی هم در میان زنان سوخت خیلی زیاد شده است و این آمار را حتی مرکزهای رسمی حکومت هم اعتراف کردند. اگر ما به این قضیه از نگاه روانی نگاه کنیم این یک عامل ندارد، عامل‌های زیادی دارد که زنان را مجبور کرده است دست به جنایت زنند. اما از طرف دیگر نگاه کنید که شرایط اجتماعی مردم هم خیلی پست شده رفته ایستاده است و زنان در جامعه تاجیکستان به یک حالت نگرانی، چون که امروز اکثر زنان در خانه باری اصلی تامین خانواده به دوش زنان است. درست است که مردان در مهاجرتند، آنها در مهاجرت کار پیدا نمیکنند، پول پیدا نمیکنند، نمیتوانند خانواده را تامین کرده. این همه این پیش میآید و زنها همیشه نگرانی آینده فرزندان، نگرانی شرایط اجتماعی، نگرانی رزق و روزی و تامین خانواده خود هستند و این نگرانی به زنان خیلی تأثیری بد میرساند. همچنین روانشناس ورزیده مریم دولتова به این سوال ما که عامل‌های اساسی دست به جنایت زدن دختران و زنان در چیست چنین جواب داد. اولش که عامل سببش خیلی خیلی زیاد است. چیزی که روی آب است همون براتون میتونم موضوع بگم. زنها آدمای بسیار احساساتی هستن و کشتارهایی که جنایت‌های زنان صادر میکنن معمولا در حالت همون شدت بلند احساسات روی میتید. اینها جنایت‌های مثلا پیش بینی شده، پیشکی به نقشه گرفته شده که نیستن. وقتی که غضب زیاد میشه، وقتی که آدم احساساتش اداره کردن نمیتوند، وقتی که رنجش ها سرکوب میشن در درون آدم بسیار جمع میشن و ترکیش روی میتید. معمولا زنان خودکشی کنن، نسبت کسی دیگر جنایت صادر کنن، سبب اساسیشون از نگاه روانشناسی همین است. با عامل‌های اجتماعی هم هستن که جامعه قدر زن همچون دکلراسیه، قدر مادر، قدر زن در بارش ما بسیار میگیم، بسیار شعر میگیم، در واقعیت اینا هیچ موافقت نمیکنن و آدم رنجیده میرنجاند، آدم تحقیر شده تحقیر میکند، آدمی که عزت نفسش کشته یک نفر دیگر میکشد. این میبراید علاج وجدان نداره. و یک چیز دیگر هم است که ما معرفت روانشناسی نداریم. ما در جامعه ما بسیار چیزهایی که روانشناسان میتوانستن پیش رو اینا بگیرن، ما این خدمت حوزه معرفت مراجعت هم نیست. خود روانشناسای حرفه‌ای هم در جمهوری قدر نیست که ما گفته توانیم که اینا با نظر روانشناس نرفتن و اینا میشن باعث که همین ترکیشو در همین شکل‌های دهشت انگیز روی میکنن و آدم‌ها یا به جنایت دست میزنن یا به خودکشی دست میزنن. من از روانشناس مریم دولتова پرسیدم که مثل که در کشورهای متمدن درس‌های روانشناسی موجود است، اگر در تاجیکستان هم در مکاتب میانه درس‌های روانشناسی پیاده شوند میتواند یکی از سبب‌های پست بردن سطح جنایتکاری شود؟ اصلا قبل از این است که پسیخولوژی سینوسالی حاضر خیلی خفا مونده است و معلمان و که در مکتب میانه درس میتین اولا با دانشجوی کهنه 1000 سالشان درس میتین، بعدا نسل نو، نسلی که بعد سال 80 این طرف است، سال تا سال هر قدر که نزدیکتر باشد به ما همون قدر خصوصیت ایندیگو بودنشون زیادتر است. اینو طلبات‌های و ارزششون خیلی خیلی از نسل ما کلان سالو فرق میکنند. اگر معلم این چیزا نداند نمیتوند به کودک کمک کند. و تصور کنید کودکی که یک انسان جوانی که در تاجیکستان امروز کلان میشه در خانه خشونت میبیند، پدرش نسبت مادرش احترام ندارد یا که مادرش نسبت پدرش احترام ندارد و غیره و کسای اینا در شکل کشاده یا پوشیده میبیند. در مکتب هم عیناً همین چیزی توان سالاری است. مکتب ما هنوز هم مکتب دوره استاد عینی است، از هم بالاتر نآمده. ما هنوز هم معلم مرکز است، در مرکز میشیند، در صنف در پایان بچه‌ها میشینن و گپ معلم گپ است، یعنی توان سالاری است.
من حق هستم تو ناحق هستی. نسبت کودک احترام گذاشته نمیشود. ما غمخوری میکنیم، ما لباس غمش میخوریم، مشکمش سیر میکنیم، ولی همچون شخصیت با او احترام نمیگذاریم و این چیزا در ضمیر بچه‌ها جمع میشه و روز ساعتی میرسد که اینها به ترکش و تبدیل میشن. اگر که ما درس روانشناسی نداشته باشیم، اقلا در مکتب ها یک روانشناس حرفه‌ای، اصلا معمولا در ایران در مکتب ها مرکز است، یک مرکز، یک 3 یا 6 نفر یا 5 نفر، یک چند نفر، یک وابسته به مقدار بچه‌ها در مکتب ها و مرکز ها روانشناسی هستند که همیشه کارهای پیشکی میبرند. ولی در ما یک روانشناس، یک شتات روانشناس هنوز جوری کردند، ولی از بس که ما روانشناس حرفه‌ای نداریم، در اون شتات جوری کردگیشون معلم های تجربه دار به نام کار میکنن، ولی معلم تجربه دار هرگز روانشناس نیست. مریم دولتова را پرسیدم که چگونه و با چه راه‌ها میتوان سطح جنایتکاری را بین زنان پست برد. گمان میکنم که باید از همه، من روزگار در اینجا خودم سخت تنهایی میکشم، گاه از رادیو گاه از تلویزیون یکون برنامه میبرم و بعضا من در کوچه وقتی میشناسن آدمو میسن و میگن که ما در فلان حالت بودیم، برنامه شما برای ما کمک کرد. اگر یک صحبت تلویزیونی قدر کمک کرده باشد، شما تصور کنید که اگر که روانشناسای حرفه‌ای دعوت کنند، یک معاش درستی هم برای که روانشناس بی پول کار کردن نمیتواند و کار روانشناسی یکی از کارهای وزنین ترین و من در جامعه به شمار میاد، کار خطرناک هم هست. در آدم از خودش از نگاه روانی شکسته میشه وقتی که همیشه در موضوعهای منفی با مردم صحبت میکنید. باید یک ارمی روانشناسی ما امروز تیار کنیم که در محل ها رفته با مردم صحبت کنن. روانشناسی از خیلی خیلی رشد یافته است. در همه بخش های زندگی ما روانشناسی سمت خودشون هست. روانشناس اویله یک طرف است، روانشناس برای مکتب معارف سمت کارش دیگر خیلی است، روانشناس مثلا کار با عملداران چیز دیگر است. اگر با عملدارم روانشناس اگر کار کرده تواند عملدار در جای کارش در حالت آرام قرار داشته باشد و با مردم آسان‌تر صحبت میکند و یک نفر کار افتاده که تگیداری و میبید ناامید شده نرود، اگر همون آدم در خانه جنایت صادر نمیکند. تصور کنید بعضا آدم در کدام حال گرفتار میشن، کجایی که روم به رو میشن، یک تحقیر میشنوند، یک گپی میشنوند که عزت نفسشون میرسد، در آخر خلاصشون نمیشه که زندگی ارزش نداره. اگر من ارزش ندارم، اگر جان من ارزش ندارد، من به خودکشی دست میزنم. اگر جان ارزش نداره، یک نفر دیگه با آسانی میکشم.